در برنامه‌های قبلی بخش‌های اول، دوم و سوم دومین ارزیابی مشترک هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر و کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران پیرامون انقلاب بزرگ سال 57 تحت عنوان انقلاب دیروز، انقلاب امروز تقدیم حضورتان گردید. اکنون به بخش چهارم و پایانی این ارزیابی توجه فرمایید. هفتم، تبدیل حفاظت از محیط زیست به یک خواست همگانی. مسئله محیط زیست در انقلاب گذشته اساساً مطرح نبود. آن انقلاب که به سرعت با حاکمیت فاشیسم دینی به شکستی سخت دچار شد، اساساً توجهی به محیط زیست کشور نداشت. این حاکمیت در تداوم خود در جریان یک استکبار ستیزی کور و بی‌حاصل زمینه‌ساز گسترده ترین تحریم ها بر کشور شد. برای مقابله با تحریم های گسترده، خودکفایی اقتصادی در همه زمینه ها و تکیه اساسی بر کشاورزی سنتی و آببر در دستور قرار گرفت. نتیجه این سیاست ویرانگر مصرف 95% آبهای زیرزمینی کشور از طریق حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، سدسازی‌های بی‌رویه، خشکاندن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، نابودی 2/3 جنگل‌های کشور، فرونشست زمین در بسیاری از مناطق و استان‌ها بود. در کنار آنها همین تله تحریم ها باعث شد تا صنعت کشور در جا بزند. کارخانه های خودروسازی به ساخت خودروهای پرمصرف و ناایمن روی آوردند و آلودگی هوا را به امری روزمره تبدیل کنند. از این رو هوای آلوده در کلانشهرها، ریزگردها و گرد و غبارهای حاصل از خشکیدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و طغیان سیلاب‌ها در نتیجه نابودسازی پوشش جنگلی و گیاهی به یک مشکل جدی در سراسر کشور تبدیل شده است. از این روز که شعار و خواست حفاظت از محیط زیست امروز به یکی از اساسی ترین خواستهای جنبش‌های اجتماعی و آزادی خواهان تبدیل شده است. واقعیت این است که کشوری که به دلیل کم آبی مردمانش مخترع قنادها بودند و مدیریت آب یکی از دستاوردهای تمدن مردمان آن است، اکنون خود را در سراشیب سقوط احساس می‌کند. همین احساس است که به تدریج به یک عنصر و خواست ملی تبدیل شده و حفاظت از محیط زیست را به یکی از کلیدی ترین خواستهای همگانی مبدل ساخته است. هزاران تشکل مدافع محیط زیست بیانگر این نیاز روز به روز گسترش یابنده است. دفاع از محیط زیست امروز در کنار خواستهای طبقاتی و خواستهای مدنی آزادیخواهانه به یکی از محورهای درخواستهای مردم تبدیل شده است. این آگاهی و هوشیاری در دفاع از محیط زیست نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای زیستگاه ایران است. در این میان نیروهای چپ باید که پرچمدار دفاع از زیست بوم کشور باشند. هشتم، انقلاب اجتماعی در دستور قرار گرفته است. در انقلاب بهمن 57 ایده عدالت به شکلی گنگ و ناروشن بیان می شد. این تصور وجود داشت که دولتی کردن اقتصاد می تواند راهی به سوی گسترش عدالت باشد. از این رو هم بخشی از قدرت حاکم و هم بخشی از نیروهای چپ ایده دولتی کردن اقتصاد را به پیش کشیدند. اما واقعیت این است که در نتیجه دولتی کردن اقتصاد کشور نه گسترش عدالت که رواج راندخاری بیدر و پیکر و غارت گسترده حاکم شد که نتایج آن را در فروپاشی کنونی اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم. اکنون 65% اقتصاد در دست نهادهای زیر نظر رهبر رژیم قرار دارد. حاصل این دولتی کردن گسترش فقر به گونه‌ای است که حالا 30% مردم زیر خط فقر مطلق قرار دارند
و 60% آنها برای تأمین کف هزینه‌های زندگی به یارانه نیاز دارند. اما شعار تأمین اجتماعی فراگیر و همگانی که اجزای آن در جنبش‌های مطالباتی سالیان اخیر مطرح شده، آن شعاری است که باید آن را به تدریج در میان گروه‌های گوناگون اجتماعی تبلیغ کرد. حالا بخش‌های گسترده‌تری از مردم ناراضی در می‌یابند که حق دارند از آموزش رایگان، بهداشت رایگان، مسکن قابل زیست، کار مناسب، حداقل‌های زندگی شایسته انسانی برخوردار باشند و این وظیفه جامعه است که اینها را برای همه فراهم آورد. بر متن این فضای توده‌ای تلاش برای گسترش و همه‌گیر کردن شعار تأمین اجتماعی فراگیر و همگانی از سوی نیروهای چپ می‌تواند به عمق‌یابی اندیشه عدالت در میان مردم کمک کند. حالا دیگر مردم به شعارهای فریبکارانه درباره عدالت اعتنایی ندارند. آنها خواهان ایجاد سیستم و روالی هستند که این عدالت را به صورت قانونی در سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور جایگیر سازد. روشن است که این امر بدون تجدید سازمان دموکراتیک اقتصاد جامعه پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی امکان ناپذیر خواهد بود. اما تلاش برای همه‌گیر کردن این خواست و شعار باعث می شود که همگرایی میان بخش‌های گوناگون جنبش‌های اجتماعی روز به روز گسترده تر شود. این شعار می تواند شاغلان، بازنشستگان، بیکاران، بی‌ثباتکاران و به حاشیه رانده شدگان را با هم همسو و متحد سازد. از سوی دیگر این شعار می‌تواند تمامی نیروهای اپوزیسیون مدافع سرمایه و راست را در میان مردم رسوا کرده و آنها را از تأثیرگذاری بر روند انقلاب که سمت سوی اجتماعی به خود می‌گیرد محروم سازد. این وظیفه است که تمامی نیروهای چپ باید در راستای آن به سازماندهی هرچه گسترده‌تر توده‌های مردم همت گمارند. مسئله انقلاب بهمن دولتی کردن اقتصاد بود که به شکل گیری هیولای اقتصاد ولایی منجر شد. اکنون اگر شعار تأمین اجتماعی فراگیر و همگانی به تدریج به شعار محوری مردم تبدیل شود، مردم می توانند گامی مهم در راستای برقراری برابری واقعی اجتماعی بردارند که البته شرط پایدار ماندن آن سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری دولت دموکراتیک برخاسته از پایین است که با تشدید سازماندهی دموکراتیک اقتصاد جامعه اجتماعی را شالوده‌ریزی می‌کند که در آن آزادی و برابری و رفاه عمومی تأمین شود و رشد و شکوفایی آزاد هر فرد شرط رشد و شکوفایی همگان باشد. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد انقلاب مردم ایران، زنده باد آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، شنبه 20 بهمن 1403 برابر با 8 فوریه سال 2025 میلادی.